اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. حمد و ستایش مخصوص خدایی است که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و ستایش در سرای آخرت نیز از آن اوست و او حکیم آگاه است. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. و به راستی ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زده ایم شاید که آنان پند گیرند. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. آیا ندیدی که خداوند چگونه مثل زده است؟ کلمه طیبه همچون درخت طیبه و پاکی است که ریشه آن در زمین ثابت و شاخه‌اش در آسمان است. تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هر زمان و فصلی میوه خود را به فرمان پروردگارش میدهد و خداوند برای هدایت مردم مثلها میزند باشد که متذکر شوند. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. و مثل کلمه خبیث همچون درخت پلید و ناپاکی است که از زمین برکنده شده و هیچ قرار و ثباتی ندارد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خداوند کسانی را که ایمان آوردند با گفتار ثابت در زندگی دنیا و آخرت پایدار می‌دارد و ستمکاران را گمراه می‌سازد و خداوند هرچه بخواهد انجام می‌دهد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. آیا ندیدی آن کسانی را که شکر نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نابودی کشاندند؟ جهنم یصلونها و بئس القرار. که همان جهنم است که آنها به آن درآیند و بد قرارگاهی است. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
وما يضل به إلا الفاسقين. به راستی خداوند از اینکه به پشه‌ای یا بالاتر از آن مثال بزند شرم نمی کند. آنان که ایمان آورده اند می دانند که آن مثل حق است از طرف پروردگارشان، و اما آنهایی که کافرند می گویند خداوند از این مثل چه خواسته است؟ خداوند بسیاری را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت می کند و تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. ای مردم، مثلی زده شده است، پس به آن گوش فرا دهید. بیگمان کسانی را که به جای الله می‌خوانید هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند، اگرچه همگی برای این کار گرد آیند، و اگر مگس چیزی از آنها برباید نمیتوانند از آن باز پس گیرند. آری، طالب و مطلوب ناتوانند. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوی عزیز. آنها خداوند را چنان که سزاوار اوست نشناختند. یقینا خداوند قوی پیروزمند است. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون. و آنها غیر از خدا چیزی را می پرستند که هیچ روزی را برای آنها از آسمانها و زمین در اختیار ندارند و هرگز نمی توانند. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خداوند مثلی زده برده مملوکی را که بر هیچ چیز توانا نیست و کسی را که از جانب خود روزی نیکو بخشیده ایم، پس او پنهان و آشکار از آن روزی انفاق می کند. آیا این دو نفر برابرند؟ ستایش مخصوص خداست، بلکه بیشترشان نمی دانند. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم. و خداوند مثل دیگری زده است، دو مرد را که یکی از آن دو گنگ است و بر هیچ چیزی توانا نیست، سربار صاحب و مولای خود است. هر کجا او را بفرستد هیچ خیری را نمی آورد. آیا او و کسی که به عدل فرمان می دهد و خود بر راه مستقیم قرار دارد برابر است؟ ضرب الله مثلا رجلا
فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. خداوند مردی مملوک را مثل زده که در بردگی او شریکانی است که پیوسته با هم اختلاف دارند و مردی مملوک که تنها تسلیم یک شخص است. آیا این دو در وصف یکسانند؟ حمد و ستایش مخصوص خداوند است، بلکه بیشتر آنها نمی‌دانند. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. خداوند برای شما از خودتان مثلی زده است. آیا بردگانتان در آنچه به شما روزی داده ایم با شما شریک هستند تا شما در آن برابر و یکسان باشید، همان گونه که شما از شرکای آزاد خود بیم دارید از آنها هم بیم داشته باشید؟ این چنین آیات را برای گروهی که تعقل می کنند به روشنی بیان می کنیم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بلکه ستمکاران بدون علم و آگاهی از هوا و هوسهای خود پیروی کردند، پس آن را که خدا گمراه کرده است چه کسی هدایت می کند و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. به راستی برای مردم در این قرآن از هر گونه مثلی آوردیم و اگر نشانه‌ای برای آنان بیاوری، البته کسانی که کافر شدند گویند شما جز بیهوده گویان نیستید. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. این گونه خداوند بر دلهای کسانی که نمیدانند مهر می نهد.